سلام و درود خدمت تمام شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان نهایت گرامی و روزگارتان به خوبی و خوشی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، قسمی که دیدین در چهارراهی انصاری شهر نو شهر کابل هستیم. شهر نو دوستان عزیز جایی است که هر قدر بیاییم، هر قدر که ببینیم میشه دل ما ازش کنده نمیشه و کی دلش کنده نمیشه که از بهترین جای شهر کابل نیایه و ولاگ نگیره دیگه. نخیر بیادر چاره ابلق میگه میری دوستان عزیز، چاره ابلق سواری میگیرن. خب به هر صورتش دوستان عزیز در چهارراهی انصاری هستیم و ما پیش میریم دیگه. همراه ما باشین در ادامه ویدیو. شهر نو است، شهر نو زیبا هستیم که یکی از بهترین ساحات شهر کابل است. این طرف ما دوستان از پارک مال است. این طرف باشیم کامرا رو برسم دور باتم پشت درخت‌ها دیگه خدا پنهان کرده ولی دیگه معلوم میشه نسبتا پارک مال شهر کابل است دوستان عزیز. ببین دوستان از پارک مال است. درخت‌ها دیگه پیش رویش کلا گرفته دوستان عزیز. اینان یک زارگک روشن شد دیدین پارک مال است. دیگه بیاییم پس طرف سرک دوستان عزیز. ببینید کابل شهر نو امروز دوستان عزیز نسبتاً فرصت است. البته یک دلیل داره. خب دلیلش نمیگم دیگه، جایش که باز است از امونا دیدن میکنیم و همونطور سلو به پیش میریم. اینجا دوستان از این سرک ها خط اندازی است، برعکس دیگه جایی که خط اندازی های سرک پاک شده و یا افته یا موترها پاکشان کرده. شهر نو هنوز بغلش خط اندازی داره. مردم افغانستان دوستان از زیاد به خط سرک اعتقاد ندارن. همین سرک هتل خیرخانه را که نو جور کردن سرکه بسیار یک سرک زیبا، مقبول، مکمل دیگه براتون بگویم خط اندازی کردن و بسیار شکل منظمش. سرک بزرگ است، خط بس جداست، تاکسی جداست و همه چیزش جدا. اما ما ندیدیم که مردم ما اعتقاد به خط اندازی داشته باشیم. هر طرف که موتر زود میرفت همونجا میرن، فرق نمیکنه برشون که بین خط سیر باشه یا که سر خط سیر باشه، فرق نمیکنه. هر طرف که فرصت بود از همون طرف میرن دیگه. گفتم مردم افغانستان با معذرت دوستان عزیز اعتقاد به خط سرک نداره. اون طرف دوستان عزیز پارک شهر نو دیدین که گذاشتیم، پارک شهر نو بود. دست فروش ها دوستان عزیز زیادش هست، اما دکان ها زیادش نیستن و بسته هستن. ببینین این دکان هاست بسته هستن کلن دوستان عزیز. بسیاری های شما انت باز از دکان ها. نیا شورما فروشی هستن دوستان عزیز. در شهر نو کابل شورما میفروشن. شورما دیگه زیادتر دوستان عزیز به نام شورمه مرغ میشناسم مردم. گوشت مرغ هم میمونم بسیار جای باز شورمه گوشت گوساله و این چیزا هم می باشه. طرف هم دوستان عزیز کچرز است و دیگه این پارک مال است دوستان عزیز که پارک مال هم امروز باز فکر کنم بله پارک کاور است. ببخشید پارک مال نیست دوستان عزیز، پارک کاور است. پارک مال جداست، پارک کاور جدا. اینجا باز است که بسته نیست. جاده ملک فهد سرک چهارم. این طرف هم دوستان عزیز سابقش امتیان بود، امتیان مرکزی بود فکر کنم، مرکزیش بود یا نبود که بنام کوچه امتیان تال مشهور است. حال اتوما شده دیگه بازی کوچه هم ساختمانم امتیان فکر کنم که فروخت یا که جدا شد.
دیگه او امتحان سابقه نماند. شهر نو امروز دوستان عزیز فرصت است و قدر بیربار نداره. اینجا دوستان عزیز فروشگاه سهولت است که شما اینا میبینید چه در تصویر. فروشگاه سهولت که یکی از فروشگاه های معتبر پوشاک در افغانستان است، هم تا لاکچری و البته بسیار قیمت. اینجا عزیز بانک شهر نو است دوستان عزیز که در تصویر میبینید. یکی مود همه است دوستان عزیز که میگن که بسیار چیزای خوب داره دیگه نمیخوام. این طرف هم دوستان عزیز کابل مول است، کابل مول جور میشه. اینه تازه رستورانت واوا است. واو رستورانت است، واوا نیست، واو است دوستان عزیز. رستورانت و مهمانخانه بهارستان یا و این دیگه چیزا رو دوستان عزیز خودتان میبینین. امروز شهر نو دوستان عزیز بیخی فرصت است، بسیار کم مردم آمده. یعنی بوتای ترکی از 2000 افغانی 800 از 3800 افغانی 1500 تقریبا از نصف هم پایین تر، تقریبا 65% تخفیف داره. شهر نو امروز دوستان عزیز بسیار فرصت است، بسیار ما گفتم روز شاید بیربار باشه، فرصت است بخاطر که این دکان ها بسته است دیگه و محرم است دوستان عزیز. گفتم میگم براتون محرم است، امروز 10 محرم روز عاشورا است دیگه، با او خاطر سرک بیربار نداره. البته رخصتی هم نیست، بازم بسیاریا دیگه نامدیم به کار بار خود. خوب دوستان عزیز، امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه به الله متعال می سپارم. هر روز روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.